در این روز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در نوحه جلالدین بلخی به خواجگی دهقانی کوه سرخ تشریف آورده با جریان پرورش و درو شغلی از کشت تکراری شناس شدند. 28 سپتامبر سفر کاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان به نوحه جلالدین بلخی از خواجگی دهقانی کوه سرخ آغاز گردید. سرور دولت با جریان پرورش و درو شغلی از کشتی تکراری در خواجگی مذکور شناس شدند. تاکید گردید که خواجگی مذکور از سال 2010 در برابر دیگر بخش‌ها همچنین به شغلی پروری مشغول بوده امسال میدان کشتی شغلی را به 13 گکتار رسانیده است. طبق تجربه همساله خواجگیداران از هر گکتار زمین تا 50 سانتی حاصل به دست می‌آورند و امسال در مجموع در نظر است که به اندازه 650 سانتی دو نوع برنج جمع‌آوری نمایند. عین زمان درو شغلی با جلب تکنیکای معاصر ساوی و 60 نفر ساکن محلی با مرام ادامه دارد و الکی 90% شغلی درویده شده است. ضمن بازدید اطلاع دادند که همساله خواجگی محصولات خود را به بازارهای نوحه و شهرهای باختر و دوشنبه به فروش برآورده در تامین فراوانی محصولات حصه خود را می‌گذارند. خواجگی مذکور امسال دو نوع برنج جشنواره و سرخ مویکدار را به خریداران پیشنهاد می‌نماید. در زمین‌های خواجگی شغلی کشتی تکراری بوده. قبل از این اهل زحمت در 13 گکتار غله کوریده بودند که از هر گکتار بیش از 40 سانتی حاصل به دست آوردند. همساله در دایره دستور سفارش‌های رهبری دولت محترم امومالی رحمان جدی ثمرناک استفاده بردن زمین کشاورزی خواجگیداران در زمین‌های در اختیار داشتهشان کشتی تکراری می‌گذرانند و از این حساب نیز فایده خوب به دست می‌آورند. در مجموع میدان عمومی کشتی تکراری امسال در نوحه جلالدین بلخی 791 گکتار را تشکیل داد که این نشان داد نسبت به سال گذشته بیشتر میباشد. خواجگیداران با گرفتن حاصل خوب همساله برای تامین بازارهای مملکت با برنج اعلی‌صفت سهم خود را می‌گذارند. طور معلوم گشت غیر از شغل پروری همچنین خواجگی دهقانی کوه سرخ و پرورش گندم، پخته، مکه تخمی، پالایزی و سبزوات مشغول می باشد. خواجگی در مجموع بیشتر از 84 گکتار زمین را در اختیار داشته 60 گکتار آن برای پرورش پخته استفاده می گردد. عین زمان جمع‌آوری پخته نیز در خواجگی با مرام ادامه دارد. 12 گکتار گندم کاریدیم، 50 تن گندم جمع‌آوری کردیم. کشتی کاری تکراری 13 گکتار شغلی کاریدیم، 50 سانتی حاصل می‌آید. من شغل خوب شدگی خواجگی ما بسیارتر نوهای شغل را یوبیلی و عذرش 7 عذرش 9 بسیارتر می‌کند برای که حاصلناکی در شرایط همینجا مطابق است. حاصلناکی بسیارتر می‌دهد. سرور دولت محترم امومالی رحمان ضمن بازدید رشد ساحه کشاورزی را عامل اساسی تامین اهالی با محصولات ارزان و خوش‌صفتمندی داد کرده کشاورزان را وظیفه‌دار نمودند که هر پارچه زمین را ثمرناک استفاده برند و به این وسیله سهم خود را در تامین فراوانی و ارزانی بازارهای مملکت گذارند.